اگر عادی ترین گپی که با زن خود گپ میزند خداوند او را ثواب میدهد. اگر سر یک آدم مسلمان دستمال میکنیم خداوند بر همین عادی ترین کار ما و شما ثواب میدهد. رسول اکرم گفتند حتی که اگر شما به زن خود خانه‌داری کنین خداوند در همون بر شما اجر میدهد. صحابه گفتند یا رسول الله آیا در خانه‌داری کردن ما هم ثواب است؟ رسول الله گفتند هر آینه اگر شما همین نطفه خود گفتند در زنی که بر شما جایز نبود حرام بود اگر می پرتافتین آیا گناهگار می شدین؟ گفتند بله گناهگار می شدیم. گفتند مادامی که نطفه خود در زن حلال خود می پرتایین هر آینه شما اجر می گیرین. خوش به حال مردم مسلمان که تمام رفتار. سلام علیکم بچه‌ها، چه گذشتن گرانیت خیلی مردک گواری بقگیه یا نه؟ ای بچه که خولیگان دارن نه یا گالا چی دارن بچه که اما یک از 5 گاز 6 7 گاز به حجت نه انشالله رفتیم گرانیت گشته اومده استیم اب خودی کراچی تلیت ده طرف مسکو. سلام علیکم برادرها. بسیاری شما برای پیگمنتاسیا یعنی برای کسل پوست پیچیدگی درست رقم که پیگمنت و پریزوس و اندوستومای ان شاء الله 100% کفالت داره. مرحمت زنگ زنید به همه شهرها دسترسی میکنید. کودک هایی که از پیشاب تنقیسی میکشند و تیز پیشاب میکنند پس این مشکلی هست. با شما شفافرما سیستید اونریز رو توصیه میدهد که شما میتوانید این مشکلی رو حل کنید. نه خلق كل انسان من بني آدم على 60 و 300 مفصل. حضرت عایشه از شوهر خود محمد صلی الله علیه و سلم روایت میکند پیغمبر خدا گفتند خداوند انسان وقتی که می آفرد در جسم فرزند آدم 360 رگ را پیوست میکند. در هر یک وجود ما و شما 360 رگ و پیوند موجود است. این قدرت الهی است، این عظمت خداوندی است. چگونه ای که اگر در یک ماشینی که ما و شما رانندگی میکنیم در حرکت می‌داریم نظر کنیم که ویم از ساخت انسان گرفته شده است، تمام آن تکنیک و زوادی که در روی دنیا موجود هست همون از جسم انسان آموخته شده است. چگونه ماشین تیز حرکت میکند، چگونه میایستد که هر کدام او به خودش یک سیم دارد، یک آهن مخصوص دارد. خداوندم انسان را همچنین آفریدگی هست که هر یک رگ و پیوند ما یک کاری را انجام میدهد. سعدی میگوید رگت بر تنت ای پسندیده خوی زمین درو 360 جوی. ای رگهایی که در وجودت هست تو به منزله زمین هستی که 360 جوی بار در او حرکت میکند. در وجود تو هم 360 جوی باری هست که تو را در راه در حرکت میدرارد. خوش به حالی آن انسان هایی که این قدرت الهی را شناختند و خلقت آدم، پیدایش آدم از جانب خدا دانستند. در دوام رسول اکرم گفتند فمن کبر الله و حمد الله و هلل الله و سبح الله و استغفر الله. اگر کدام شخص یک بار بگوید الله اکبر، یک بار بگوید لا اله الا الله، یک بار بگوید الحمدلله، یک بار بگوید سبحان الله، او عزل حجر عن طریق الناس، یا یک سنگ را پیغمبر گفتن از راه میگیرد و بیره میکند، او شوکتن، یا یک خار را از راه مسلمان ها بیره میکند، او عزما عن طریق، یا یک استخوان را پیغمبر خدا گفتن از راه بیراه میکند، او امر بالمعروف او نهی عن المنکر، یا امر معروف میکند یا نهی منکر میکند. عدد 60 و 300. خداوند بر همون بنده موافق همین 360 رگی که دارد 360 ثواب در نامه اعمالش می نویسد.
زیرا که برای یک امر معروف و نهی منکر از من کردن یا از شما کردن 360 رگ خدمت میکند. برای یک مسجد قدم زدن پاهایی که حرکت میکند 360 رگ این پایها را در حرکت میدارد. خداوند 360 ثواب در نامه اعمال همه شما امروز کتابت میکند به خاطر آنه که شما به مسجد آمدین، برای شنیدن امر معروف آمدین و اگر یک بار تکبیر گفته باشین به 360 شما ضربش کنین که خدا این ثواب بر شما نصیب گردانیده است. و خوش به حال اون برادرانی که در قد راه می آیند و آن چیزهایی که آزار مسلمان ها هست اونها را از راه به راه میکنند. رسول الله گفتند، ابی ذر روایت میکند حدیث، عرضت علی اعمال امتی، من شب معراج عملهای بندم تماشا که عملهای امت من نگاه کردم، حسنها و سیئها، هم دفتر گناه ها را نگاه کردم هم دفتر خوبی ها را نگاه کردم. فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى یمات عن الطریق. پیغمبر گفت دفتر نیکی ها را نگاه کردم، خواستم بهترین ثواب در کدام نیکی هست همونش خواستم بیابم. وقتی که بر من نشان دادن همان کار برآمد که شخص در راه می رود و آن چیزی که در راه پرتافته شده است او را از راه بی راه میکند. در این از همه ثواب زیاد را دیدم. یک سنگ است یا یک آدمی بگیم به تمیزی که در قد راه مسلمان ها توف می اندازد که طبیعت چندین آدم خیره میکند، ما و شما دیدم پس و یا به خاک است به پامان است دور می اندازیم تا که خاطر و دماغ یک برادر ما و شما ناخوب نشود. رسول الله گفتند در همین از همه دیده من ثواب یافتم. و حکمت دیگرش همین است که انسان وقتی خم می شود و سنگ از راه بیرون میکند یا نجاست یک انسان بالاش خاک می پرتاید، این معنای او را دارد که من تکبر نیستم، من سرکش نیستم، من خاکسار هستم. آدم تکبر، آدم سرکش، آدم مغرور هیچگاه به سوی اون نجاست نزدیک نمی شود. و وجدت فی مساوی اعمالها، پیغمبر گفت وقتی دفتر بدی ها را نگاه کردم خواستم که از همه بدی وزنین برای مسلمان کدام بدی باشد که مسلمان در او گناهگاری سختتر می شود. فوجدت فی نخاعه تکون فی المسجد لا تدفن. پیغمبر خدا گفت یافتمش در همان عملی که انسان در مسجد داخل می شود و توف میکند در مسجد و یا نمی پشاند. انسان هایی که در مسجد توف می اندازند، یعنی نه در روی مالچشان، در روی مالچه توف کردن بین افشاندن این گناه نیست، زیرا وی همراه تو هست. لیکن در جای سجدگاه در مسجد از حساب بی حرمتی اگر شما بینی می افشانین یا آب دهانتان می پرتاین، رسول الله گفتن از همه در گناه وزنین ترین در دفتر بدی ها من در همین چیکار کردم؟ کشف کردم، در همین دیدم. رأیت رجلا یتقلب فی المسجد فی الجنه. رسول اکرم گفتن شب معراج من وقتی که در جنت سیر و گشت میکردم یک مردی را دیدم. نگاه کردم یک مردی را که هر گوشه جنت میخواست حرکت میکرد. پرسان کردم که این مرد چی درجات دارد؟ بر من میگه خبر دادن اون مردی هست من شجرت قطعها من ظهر طریق کانت تؤذی المسلمین. این مردی که میبینی که در باغهای جنت سیر و سیاحت دارد، این در دنیا یک روز به یک کوچه گذر کرد، یک نوده از بالای سر مسلمان ها کشال بود که گذشتگی انسان آزار اون نوده را میدید. این مرد همون نوده را قطع برید هر تا که یک برادر مؤمن و مسلمان ضرر نبیند. از این خاطر خدای را وارد جنتش کرد. از این خاطر کدام ما و شما در راه میگردیم، هر چیزی که میبینیم ما را آزار میدهد، البته برادر مؤمن ما و شما را آزار میدهد،
و یا از راه دور کردیم، انشاءالله ما و شما ثواب خیلی زیاد میگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظیم. در محبت هر کی او دعوا کند، در محبت هر کی او دعوا کند، صد هزاران امتحان بر وی کند. گر بود صادق کشد باری جفا، گر بود کاذب گریزد از بلا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظیم. آیت هایی که تلاوت کردیم از سوره مبارکه بقره هست. آیت اول به ما و شما هشدار میدهد، خبر میدهد، ندای مهربانانه الهی به سوی ما و شماست. ای کسانی که دعوای ایمان میکنید، فرض گردانیده شد بر شما روزه داشتن این ماه مبارک رمضان، همچنانی که فرض گردانیده شده بود بر امتها و پیغمبرهایی که پیش از شما بودند، شاید که پرهیزکار باشید. این معنای تفسیر آیتی که اول بر شما قرائت کردم. از این آیت ما و شما چرا اخذ کرده میتوانیم؟ این اخذ کرده میتونیم که این ماه رمضان در امتهای پیشینم فرض گردانیده شده بود، یک ماه مکمل. بعضی انسان ها میگویند 3 روز است، 5 روز است، اینا کذب است، اینا دروغ هستند. خدا در قرآن ماه ذکر کردگی هست. یک ماه رمضان بر همه شما فرض گردانیده شد. کدام شما اگر فرضیت ای را انکار کنین، شما کافر هستین، شما مسلمان نیستین. آیتی که دویم بر شما خواندم، تحلیل امام شافعی را بر شما میکنم که حضرت گفتند ولنبلونکم بشیء من الخوف. خداوند در این آیت بر ما و شما از روی تفسیر امام شافعی به ما و شما خبر میدهد که خدا میگوید البته به البته بندگان خودم را در دار حیات امتحان میکنم. با چی امتحان میکنم؟ من الخوف، از خوف. امام شافعی میگوید المراد من الخوف خوف من الله. مراد از این خوفی که خدا در این آیت به ما و شما خبر داد، خوف از خداست. خدا میگوید من از ترس خودم شما را امتحان میکنم. آیا در پنهانی و در آشکارا، آیا در روشنی و در تاریکی از من میترسید یا نمیترسید؟ شما را من امتحان میکنم. یک حادثه و یک عمل پیش شما میارم، در تنهایی هم میسنجم تان، در آشکارا هم میسنجم. کنی حال تو چگونه هست؟ کنی در همه صورتها از من میترسی یا نمیترسی؟ مراد از خوف امام شافعی میگوید همین است. والجوع موضوع ما و شما. المراد من الجوع صوم رمضان. امام شافعی میگوید خدا میگوید که من بندگانم در گرسنگی میسنجم، در گرسنگی امتحانشان میکنم. امام شافعی گفتند که این مراد از گرسنگی خداوند ماه مبارک رمضان در نظر دارد که آیا من یک ماه مبارک که عبارت از گرسنگی و تشنگی هست بالای بنده ها میارم، آیا طاقت دارن یا ندارن؟ آیا احترام ماه مبارک میکنن یا نمیکنن؟ آیا در امر خدای خود سر میفرارن یا نمیفرارن؟ در این من بندگان خدا امتحان میکنم.
از این خاطر است که شاعر گفتند در محبت هر که او دعوا کند، کسی میگوید من محب خدا هستم، من محب پیغمبری خدا هستم، 100,000 امتحان بر وی کند، خدا در این 50 ساله و 60 ساله حیات شما 100,000 امتحان بالای شما میاره. گر بود صادق کشد باری جفا، اگر دعواش حقانی باشد، در اصل محب خدا، محب پیغمبری خدا باشد، تمام این مصیبت، تمام این سنجش ها را در گردن خود میبردارد و شکر میکند. گر بود کاذب گریزد از بلا، یکی اگر دروغگو باشد، دعواش دعوای دروغ باشد، اینا در حال خودشان را خواه در حالت رمضان باشد، خواه در حالت خوف از خدا باشد، خواه در حالت یگان ضرر بر زراعتش باشد، خواه در حالتی که مصیبت بر خانش می آید، البته خودش را نشان می دهد. من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده علی النیران. پیغمبر خدا گفتند کدام انسانی که اگر در ماه مبارک رمضان خرسند می شود، ماه رمضان آمد خرسندی میکند که ماه رمضان و داخلش خرسند می شود، حرم الله جسده علی النیران. پیغمبر خدا گفت خداوند میگوید که من جسد او را نمیگذارم که در آتش دوزخ بسوزد، من نمیگذارم که در عذاب من دوچار شود. شخصی که با داخل شدن ماه مبارک رمضان چکار میکند؟ خرسند میشود، غمگین نمیشود، خرسند میشود. برای چی؟ برای چی؟ صاحب کتاب میگوید هر وقتایی که ماه رمضان فرا میرسد کشاده میشود، روز اول صاح العرش و الکرسی و الطیور فی الهوا السمك فی الماء الشمس والقمر والنجوم ما دونهم یقولون. کرسی صدا میداده است، کرسی الهی، عرش صدا میداده است، ملائکه ها صدا میدادند، آفتاب، مهتاب، ستاره ها، پرنده های در آسمان، ماهی ها در زیر آب، تمام حشرات هایی که در روی دنیا جان دارند. صاحب کتاب درة الناصحین میگوید همه اینها صاح فریاد میزنند. چی میگویند؟ میگویند طوبی لامت محمد صلی الله علیه و سلم بما عندهم عند الله من الکرامه. خوش به حال امت محمد صلی الله علیه و سلم با آن چیزی که در نزد خدا از برای اونها هست در این ماه مبارک رمضان. یعنی آن ثواب و آن اجرهایی که در این ماه مبارک رمضان است، اونها با خبر هستند، اونها میدانند. خوش به حال امت محمد که بر این ماه مبارک رسیدند. حدیث قدسی است که خداوند میگوید کل عمل ابن آدم له الا صوم فانه لی وانا اجزی به. خب چی میگوید؟ پیغمبر خدا میگوید، خداوند میگوید که همه عمل فرزند آدم از برای خودی وی است مگر روزه. روزه از من است، زیرا که بنده از خاطر من نه طعام میخورد، نه شراب مینوشد، نه همراه زنش خانه‌داری میکند، همه از برای من است. از این خاطر جزا و مکافات آدم روزه‌دار من خود میدهم. خداوند خود وعده کرده است لأن الحسنات مجتمعة و طاعت مقبولة و دعوات مستجابة و الذنوب مغفورة و الجنة مشتاقة لهم. صاحب کتاب میگوید زیرا اینکه در ماه مبارک رمضان نیکی های شما 1/700 ضرب کرده می شود. تمام طاعتی که شما نیم کاله هم که انجامش میتین خداوند اون قبول می سازد. دعایی که شما به سوی خدا می بردارین، دست هاتون طلب بکنین، خدا قبولش میکند.
گناههای شما را خداوند مغفرت میکند. بازم همه این چه است؟ جنت مشتاق آدم روزدار است که آدم روزدار را در داخل خودش جنت به اذن الهی جای میکند. اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و صفدت الشیاطین. پیغمبر میگوید وقتی رمضان آمد درهای جنت باز کرده میشوند، درهای آتش دوزخ بسته میشوند و شیطانها در تمام روی دنیا بسته میشوند. در این یک ماه تمام مردم مسلمان از شیطان ایمن هستند. اگر کدام از ما و شما را خداوند نصیب کرده باشد در این ماه سفر ما و شما را به سوی آخرت، از روی وعده پیغمبر خدا درهای جنت برای ما و شما باز کردگی هست. ما و شما راستن به چی میریم؟ وارد جنت میشویم. از عذاب خدا به حرمت این ماه مبارک ما و شما ایمن میمونیم. انشاءالله در باب این فضیلت های ماه رمضان با شما صحبت ها میکنیم. الحال میخوام یک چند مسئله را که خیلی ضروری هستند، مسئله های داخل به ماه مبارک رمضان هستند، برای شما قرائت میکنم. گوش اندازیم تا که کدام عملها روزه ما و شما را میشکند، کدام عملها روزه ما و شما در هیچ خللی ندارد، کدام عملها در روزه ما و شما نقص میارد. انشاءالله الحال به شما خوانده میدهیم. من جامع او جمع في احد سبيلين او اكل او شرب غذاء او دواء عمدا قضى وكفر كالمظاهر وهي بافساد اداء رمضان لا غيره. کدام مردی که با زن خود خانه‌داری میکند در ماه رمضان یا در ماه رمضان خوراک میخورد یا در ماه رمضان آب می نوشد، غذا باشند، یعنی بدن انسان از استفاده این قوت پیدا کند، او دوا یا اینکه دوای را استفاده میکند، یعنی چیزی نباشد برای درد دندانش باشد، درد سرش باشد، درد دستش باشد، دارو میخورد. اگر اینها قصدن باشند، یعنی روزدار بود و بعداً چیکار کرد؟ هیچی گپی ندارد گفت، گریف بازن خودش خانه‌داری کرد، یا طعام در پیشمان خوردن گرفت، یا از آب نوشید بی پروایانه قصدن. اینجا شریعت از روی قرآن هم حکم میکند که این بنده در نزد خداوند گناهگار شد. در این یک روزی که وی خورد 2 ماه و 1 روز کفارت بدهد. اگر همین 2 ماه و 1 روز روزه ندارد، کفارت چه ندهد، در نزد خدا ای اولا روزدار نیست و در نزد خدا گناهگار است و البته از حساب این اعمال بدش در نزد خداوند گناهگار می شود. کفارتش انا همین است. در 1 روز قصدن کسی که میخورد، یعنی جورته میگه ما و شما استفاده میکند، کفارت میدهد. مثل مظاهر گفت. مظاهر کی هست؟ مظاهر در کتاب زهاری، کتاب طلاق میگوید که مظاهر کسی هست که یگان اعضای زنش را به اعضای زنش مانند میکند. مثل میگوید که سینه های تو مثل سینه های مادرم هست، یا شکم تو مثل شکم مادرم هست، یا پای تو یا ران پای تو مثل ران پای اپم است. اگر به اینها تشبیه داد، این مردم تا کفارت 2 ماه روزه نگیرد به زن خود دیگر نزدیک. کفارت فقط در همین ماه مبارک رمضان است. اگر کدام ما و شما اگر از ماه رجب روزه بگیریم، از ماه شوال بگیریم، اگر قصدن هم که بخوریم، اینجا در 1 روز قضا میگیریم، کفارت در گردن ما نیست. و این روزهای نفلی هستند، اونا فرضی نیستند.
فقط کفارت برای همین روزه های فرضی هست. در یک روز روزه میگیرد، در کدام حالت؟ اگر خطااً روزه را بخورد. مثل دیروز ما قید کردیم که شما در ماه مبارک رمضان غرغره آب نکنین. اگر مبادای غرغره آب کردین و آب به حلق شما رفت، در یک روز روزه میگیری، کفارت ندارد دیگر. کفارت فقط برای آدمی که قصداً میخورد. برای آدمی که نافهمیده در حالت همون غرغره کردن آب که رفت، این صورت در یک روز روزه میگیری. یعنی ماه رمضان را که تمام کردی، بعد رمضان عید که گذشت، بعد عید چند روزه که مثال خطا، یک روز خطا کردی، 2 روز خطا کردی، چیکار میکنی؟ یک روزی روزه میداری. او مکرهن، یا اینکه کسی تر مجبور روزه را میخواند، مثل دوره های پیشگونه ای که مردم روزه میخواندن. کسی که اگر یک در حلق شما روزه را مثال طعام میریزد یا آب میریزد، شما را قصداً روزتون میخواند، در این صورت هم شما در یک روز روزه میگیرید. او فعل بظن انه لیل، یا گمان میکند این که شب است، یعنی در خانه نشستگی طعام خورده است، فکر میکند که تا حال شب است، بیرون میشود که الک روز شده است. این آدم هم چیکار میکند؟ در یک روز روزه میگیرد. یا در یگان بدن ما و شما اگر جراحی باشد، در همون داخل جراحی که مثال سوراخی دارد، اگر در سوراخی ما و شما دارو بگذاریم، در این صورت هم در یک روز روزه میگیریم. من عبارهاش نمیخوانم، هم ترجمه میکنیم. یا در موضع هایی که سوراخی دارد، مثل سوراخی بینی هست، مثل سوراخی خواب گوش هاتون هست، اگر در همین ها هم که شما دارو را اگر داخل کردین، روزه شما را میشکند. مگر صاحب فتوا میگوید که اگر در چشم کسی دارو بچکاند، این روزه را نمیشکند. در چشم روزه نمیشکند و در دیگر سوراخی هایی که در وجود انسان است، اگر دارو را شما جا کنین، روزه شما را فاسد میکند. من غیر المسام گفت، یعنی در جاهایی که سوراخی نیست، مثل پشت دست است، شکیدن یگان مزه است، وازلین است و دیگر چیزایی که استفاده، اینا باک ندارند. اینا در روزه ما و شما هیچ نقصان نمیرسانند، مگر در حالت میرساند تأثیرش که اگر همون زخم چقر باشد یا سوراخی دارد که در داخلش ما و شما همون دارو یا تبلیت کرده مثال می اندازیم. یا اینکه سنگ پاره میخورد، این دم در یک روز روزه میگیرد. یا با پری دهان میپرتاید، این دم در یک روز روزه میگیرد. اگر به شرطی که خودش قصدن کرده باشد پرتاید، این صورت در روزه میگیرد. لیکن اگر خود دل میشورد، دل شراق میشود و میپرتاید، این صورت در روزه شما شکستگی نیست. قصدن اگر شما خود دلتون شورانده و پرتافتین، با پری دهان باشد، این صورت در یک روز روزه میگیرین. اگر نافهمیده روزه گرفتین، نافهمیده روزه را خوردین، رسول اکرم چی گفتند؟ من نسیه و هو صائم، کسی نافهمیده آب نوشید یا طعام خورد یا یک دوای را استفاده کرد، فاکل و شرب فلیتم صومه، پیغمبر خدا گفت روزش تمام کنه. فانما اطعمه الله و سقاه، برای چی؟ زیرا که این طعام و این شراب خداوند بر او داد، این ضیافت خدا بود، این مهمانداری خدا بر بنده بود. کسی که نافهمیده میخورد خوش به حالش، کسی نافهمیده اگر استفاده کرد همان روز باور کن برای باید خرسنده حد کنار نداشته باشد، زیرا این ضیافت خداست. اگر نافهمیده ما و شما خوردیم، خطااً نه بلکه نافهمیده، آدم فراموش میکند گاه که من روزدار نیستم میخورد، اینت شما تصور کنین که خدا شما را ضیافت داد، شما بنده دوستدار بدهید. او احتلمه، یا مثال آدم روزدار روز خواب میکند، خواه شیطان مثال فندش میزند، یا اینکه مثال در خوابش یگان خواب میبیند، بیدار میشود که احتلام شده است، در این صورت هم روزه شما شکستگی نیست، رفته غسل جنابت کنین. آبازی کردن بر روزه هیچ ضلال زیان ندارد.
رفته آوازیتون هم میکنین، غسل جنابت میکنین و روزه شما را نه میشکنن، نه کفارت دارد نه قضا دارد. او نظر فانزله، یا اینکه اگر به سوی زن خودت نگاه میکنی و شهوت کشاده میشود، همون احتلام میشه، این صورت هم در روزه تو زلال نیست. یا اینکه در دهان شما غبار میدراید، چنگ خاک میشود، در دهان شما هم چنگ خاک میدراید. او دخان، یا اینکه بعضی آدم های اصلا زکام میشوند، مثال سیپندود استفاده میکنند، یا نزد چکدان باشند نان میپزند. خب خلاص کدام نوع دودی که نباشد، اگر در مشام شما، در دهان شما که داخل شد، اینم در روزه شما هیچ نقص آوردگی نیست.